سلام به مشترک یوتیوبرها. آقا من چند مدت پیش یه دختر تو زندگیم بود، اسمش هم حالا نگید حالا چقدر بی لیوله، چقدر بی کلاسه، برای من مهم نیست، هیچ اهمیتی برام نداره. حالا هیک بگید برای من مهم نیست. واقعا من از روزی که با هم جدا شدیم، یعنی کات کردیم با هم، ببین بعضی رابطه ها مثلا تو با بعضی رابطه ها سر بیپولی، سر قیافه، چی می‌دونم، سر ماشین، خونه، واقعا اینا حرف خیلی هم درستی هم بود، همه حرف درستی هم هست. اینا بعضی رابطه ها با هم کات میشه، ولی واقعا الان من واقعا تک و تنهام. خیلی هم با هم خیلی همدیگرم خیلی دوست داشتیم، نگم براتون خیلی هم خوشگل بود. من از 3 سال قبل تو الان یه چی بگم، از 3 تا 7-8-9 الان دیگه موقع بودیم، الان دیگه نه زنگ میزن نه پیام میده، کلا دیگه الان با هم جدا شدیم، یعنی کات کردیم با هم. بعد دیگه بعضی رابطه ها کات میشن، قشنگ خیلی طبیعی هم هست. بسا اگه شما با یک نفر هستید، کلا با هم کات نکنید، یعنی سر بیپولی، سر قیافه اصلا برای مردم اصلا بگم قیافه مهم نیست. حالا برای من شاید مهم باشه، ولی برای مردم شاید مهم نباشه. ولی من الان دیگه تک و تنها مخلصم. لطفا این ویدیو رو که من از خودم میگیرم میزنم رو یوتیوب، کلا حمایت کنین، یعنی لایک کنین، هم کامنت هم بذارید برام. تا سر همتون. شیر قیافه آخر. الان بهتر.